خاتم انبیا محمد صلوات بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله المتجلی لعباده من افق الالباب المجلی عن مراده بمنطق السنة والكتاب الذي نزه أولياءه عن دار الغرور وسمى بهم إلى أنوار السرور والصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. كان سبب وفاتها أن قنفذا مولى عمر رضى بنعل السيف بأمره فأسقطت محسنا ومرضت مرضا ولم تدع أحدا ممن آذاها يدخل عليها. سید مرتضی رحمت الله علیه می‌فرماد با اینکه واقعه دار از مسلمات نزد اهل سنت، اما دعوشون این بوده که این واقعه رو ذکر نکنن، این واقعه رو بیان نکنن. البته به مناسبت بعضی جاها اهل سنت مطلبی رو میخواستن بیان کنن، یه روایاتی رو ذکر کردن که شیعه میتواند با استفاده از این روایات ادعای اهل سنت رو رد کنه. از جمله وقایع واقعی است که ابن ابوالحدید در شرح نهج البلاغه نقل کرده. چون اهل سنت در جواب این واقعه و وقایعی مانند این مورد توانایی پاسخگویی رو ندارند، لذا سعی کردند افرادی که این وقایع رو نقل کردند شیعه معرفی کنند و یا به تعبیر آخر توجیه کنند روایات رو. ابن ابوالحدید معتزلیه و خودش میگه من بر مذهب جاهقم. یکی از علمای بزرگ معتزله که در بصره بوده به نام عمرو بن بحر. معتزله گروهی هستند که میگن با عقل میشه اسلام رو فهمید، ما به جز عقل به چیز دیگه نیاز نداریم. در زمان عبدالملک مروان اینا تأسیس شدن و قائل بودن اگر عقل با احادیث معارضه کند ما به عقل عمل میکنیم، و همچنین قائل شدن که اگر انسان کلامی رو بخواهد بگوید آزاد است در بیان اون کلام و فعلی رو میخواهد انجام بدهد آزاد است انجام دهد. ابن ابوالحدید یه همچین فکری رو دارند. ما شیعیان قائل هستیم که این شخص سنیه و معتزلی و دلیل داریم برای حرفمون. اولا دلیل اول این است که ابن ابوالحدید واقعه دار رو منکر میشه
میگه نه اصحاب پیامبر و نه محدثین این واقعه رو ذکر نکردن، تنها شیعه هستند که این واقعه رو ذکر کردن. این مطلب اول. مطلب دوم میگوید صحیح است که فاطمه زهرا روحی لها الفدا از ابابکر و عمر ناراحت بود و از اونها آزار دید، اما اینا گناه بزرگ مرتکب نشدن. خلیفه اول گناه کوچکی رو مرتکب شد. این گناه کوچک موجب نمی شود که انسان از ولای به فاطمه خارج شود یا از تبری از دشمنان فاطمه خارج شود. این مطلب دومی است که ذکر می کنم. بعد میگوید شیعه ادعا می کند که پیامبر بر امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب نصی وارد شده است از پیامبر که او رو به عنوان خلیفه برای مردم تعیین کرده است. من میگویم که همچین نصی وجود ندارد و این مخصوص شیعه است که قائل به این قول شده. واقعه پاره کردن و اینکه ابابکر بعد از واقعه خطبه فاطمه زهرا یه نامه ای رو داد به حضرت که در اون نامه اعتراف کرد که فدک متعلق به فاطمه است. میگویند در راه خلیفه دوم فاطمه سلام الله علیها رو دید، اون ورق رو گرفت، جسارت کرد و اون ورق رو پاره کرد. ادعا می کند ابن ابوالحدیث که این مقوله مخصوص شیعه است و این مطلب درست نیست. نکته‌ای که میخوام اشاره کنم این است که خود ابن ابوالحدیث در مقدمه کتابش حمد می کند، میگوید الحمدلله الذی فضل المفضول علی الافضل. یعنی طوری معنا میکنم دوستان متوجه شوند، یعنی کسی که فضیلتش پایین تر است خدا مقدم کرده است بر کسی که فضیلتش برتر است. یعنی اعتراف داشتن امیرالمؤمنین اعلم است، اعتراف داشتن امیرالمؤمنین اولاست، اعتراف داشتن که امیرالمؤمنین نسبت به اولی و دومی برتر است. لذا این رو بیان کرد. این واقعی رو که ابن ابوالحدیث نقل کرده است مصداق بارز لأغوینهم اجمعین نسبت به اولی و دومی است. ما میگوییم اولا این دوتا گول خورده شیطانن، شیطان اونها رو اغوا کرده. دوم اولئک حزب الشیطان، اینا که شیطان اونها رو گول میزند اینا حزب شیطانن. و ثالثا طبع الله علی قلوبهم، اینا دیگه مهر نادانی خوردن، اینا کاری کردن که راه برگشتی وجود نداشت، چون فاطمه زهرا از طرف خدا حجت بود بر روی زمین، لذا اینا مورد لعن قرار گرفتن. الذین یؤذون الله و رسوله لعنهم الله فی الدنیا و الآخره. ابن ابوالحدیث میگوید من مطلبی رو مطالعه کردم و بر استادم این مطلب رو بیان کردم. مطلب این گونه بود که خواندم که ابوالعاص دختر پیامبر رو گرفته بود، در یکی از جنگ ها دستگیر شد، آوردنش خدمت پیامبر اکرم. پیامبر بهش گفت اگه دخترم رو آزاد کنی بیاد پیش من تو هم میتونی برگردی. قول داد به پیامبر.
وقتی زینب برمیگشت این مشرکین با هم قرار گذاشتن که این زینب رو اذیت کنن تا خبرش به پیامبر برسه. حبار ابن اسود یا جبار ابن اسود نیزش رو برد بالا، به محمل زینب زد. زینب دختر پیامبر حامله بود، لذا ترسید، بچهش سقط شد. وقتی آمدن خدمت پیامبر، به پیامبر گفتن آقا دختر تو حامله بود، مشرکین در راه او را آزار دادن، بچهش سقط شد. پیامبر چه فرمود؟ فرمود ریختن دم این شخصی که این کار رو کرده جایز است، یعنی میشه خونش رو ریخت. ابن ابوالحدید میگه من اینو مطالعه کردم، آمدم پیش استادم ابی جعفر، بهش گفتم آقا یه همچین قصه‌ای وجود دارد که زینب این بلا رو سرش آوردن، اگه پیامبر بود و این بلایی رو که سر فاطمه آوردن چه میگفت؟ میگه استاد من به من گفت که اگه پیامبر بود حکم بریختن خون اینها میکرد، یعنی جایز از خون اینها ریخته شود. ببینید اینایی که به خانه حضرت هجوم بردن موقعیتشون این بوده، مسائل روشنه، از خود متون اهل سنت تمام مطالبی رو که ما نیاز داریم تا حقانیت مذهبمون رو ثابت کنیم وجود داره. چرا فاطمه پشت در آمد؟ بعضی ها خیلی معذرت میخوام، مجلس علماست، ما موظفیم این جوانها رو طوری پرورش بدیم، اینا امانت الهی هستند که این شبهاتی که بعضی وقتها در مجتمع مطرح می شود در دل اینها اثر نکنه. چون اگه بچه های اینها و خودشون اگه بخوان ساخته بشن، فاطمه اون حرکات و سکنات و گفتار فاطمه است که می تواند بسازد اینها رو. چرا فاطمه پشت در آمد؟ اگر امیرالمؤمنین می آمد می گفتن آقا 2 صحابی پیامبر است با هم درگیر شدن، این واقعه رخ داد. زبیر می آمد، طلحه می آمد، اینایی که اون زمان بودن، باید یک کسی پشت در می آمد که هم به پیامبر نزدیک بود، هم تمام کلمات پیامبر رو شنیده بود و هم مراد پیامبر رو میدانست و باید صاحب خانه به پشت در بیاید. فاطمه صاحب خانه بود، آمد پشت در، گفت چه میخواهید؟ گفتند یا بیعت میکنید یا خانه را آتش میزنید. هنوز تو همین گفتار بود، امان ندادند به خانه‌ای که پیامبر فرمود مصداق آیه و من افاضلها، از مصادیق برتر است که خدا اراده کرده است که در این خانه نامش ذکر شود. به اون خانه هجوم بردن. خود امیرالمؤمنین وقتی به خانه هجوم بردن آمدن بیرون، با دومی درگیر شدن، او رو به زمین زدن، اما یاد وصیت رسول خدا افتادن که رسول خدا فرمود ان لم تجد اعوانا فاکفف یدک واحقن دمک حتی
تا تجد علی اقامت الدین و کتاب الله و سنتی اعوانا. کسی باقی نماند. خود فاطمه زهرا وقتی روی محمل نشست با امیرالمؤمنین نزدیک پیامبر رفته و زد، ازشون خواست بیان شهادت بدن، قبول نکردن. گفتن ما نمیتوانیم. یه عده گفتن ما مال داریم، یه عده گفتن ما زن و بچه داریم، یه عده گفتن ما میخوایم زندگی کنیم. لذا امیرالمؤمنین باید این مصائب رو تحمل میکرد تا دین زنده بماند. فاطمه آمد پشت در، چون باید یک کسی پشت در بیاد که حجت خدا باشه، فردا تمام این قلت‌ها رو ببنده. میدانید خود اهل سنت نتونستن جواب بدن، لذا منکر واقعه میشن. و الا اگر قدرت به جواب دادن بودن می آمدن و جواب میدادن این مسئله رو که چرا فاطمه پشت در آمد. لذا میگن این واقعه ساخته شیعیان است. فاطمه شب و روز گریه میکرد. مگه معقوله یه زن شب و روز گریه کنه؟ جوان نمیداند که مراد از شب و روز چیه. اولا شما میدونید مظلوم اگه مظلومیت خودش رو میخواد بیان کنه گریه میکنه. به خانهش هجوم بردم، خیلی معذرت میخوام سادات، به صورتش سیلی زدن، به بازو تازیانه زدن. داره تو روایت رفسه ها، یعنی لگد زده به فاطمه. بعد این زن چجوری باید بیاد بگه مردم اینا دروغ میگن، اینا بازیگر صحنه، باید گریه کنه. این که در روایات میگه شب و روز گریه میکرد و آمدن پیش امیرالمؤمنین گفتن آقا گریه چرا میکند، مراد اینه که وقت معینی نداشته، نه اینکه از صبح تا شب فاطمه گریه میکرد، نه، هرگاه یاد ظلمهایی که برای او و بعلش میافتاد گریه میکرد. وقت مشخصی نداشت. رسالت داشت فاطمه زهرا، کما اینکه امام زین العابدین رسالت داشت. مسلط شده بودند بعد از واقعه طف. زین العابدین باید چیکار میکرد؟ باید ساکت میشد، اما آب میآوردن جلوش گریه میکرد. چرا؟ مردم بدانید پدر من رو لب تشنه کربلا ذبح کردن. مردم بدانید بچه‌های برادرام صدای علعتشون در کربلا بلند بود. اینا رسالته، اینا رسوندن یه پیامه. فاطمه گریه میکرد که پیامو به مردم برساند. مردم اینا دروغگوان، اینا غصب کردن خلافت رو. خلافت مال امیرالمؤمنین است. من شب و روز خانه پیامبر بودم، من دختر پیامبرم، من مراد پیغمبر رو میدانم. لذا اثر کرد در قلوب. یه عده جدا شدن، یه عده نگه داشتن این خط رو که خدا به من و شما همین توفیق رو داد که از نطفه این افراد باشیم، که مورد توجه حجت خدا باشیم. امام زین العابدین از بازار قصاب ها رد می شد، گریه می کرد. داشتن گوسفندی رو ذبح می کردن. آقا چرا گریه می کنید؟ اول به من بگید که شما این گوسفند رو آب دادید یا نه؟ آقا چرا سوال می کنی؟ چون پدر من به 18 نفر از بهترین افراد خانوادم در کربلا لب تشنه شهید شد. من با کسی مجامله نمی کنم، همه رسالت دارم. این پیرمردی که اینجا نشسته و تشرفنا به محضره، اون روزی که توانایی داشت لخ می شد، سینه می زد این وسط و می خواند. این رسالت بر ما،
اینا نائب امام زمانن، اینا درس میدن به ما. اهل بیت با عملشون منشور زندگی ما رو تعیین کردن. زینب سلام الله علیها، فاطمه زهرا، امیرالمؤمنین. یه جوان رو میبیند آقا زمان پیامبر که در میخ نبوده که در درست کنن، چه میگوید که بین در و دیوار فاطمه قرار گرفت؟ من نمیدانم نوح کشتی خودش رو چگونه ساخت. این ایتالیا تمام تاریخ خودشون رو در روم نگه داشتن. چند تا معبد دارن که تا حالا نگه داشتن. اینا مال سال 75 میلادیه، یعنی 600 سال تقریبا قبل از اسلام. بعضی از این عمارت ها 80 تا در داره. اون کسی که ادعا میکنن پس اون در خیبر چه بود که امیرالمؤمنین اون جنفشانی رو کرد؟ زلیخا کدوم در رو بست؟ خود ابو موسی اشعری اعتراف میکنند که ما با پیامبر اکرم جایی رفتیم، یه منطقه‌ای، من نشسته بودم زیر دری که جنسش از جریب نخل بود. یا دارد ابو فدیک میگه از محمد ابن هارون سوال کردم که خانه عایشه چگونه بود؟ گفت درش به شام باز میشد. پرسیدم ازش یه مصرع داشت یا 2 مصرع، یعنی یه لنگه در داشت یا 2 تا؟ گفت یه لنگه. ازش سوال کردم که جنس در خانه عایشه چه بود؟ گفت یا از شوب عرعر یا از درخت ساج. ولذا هم در بوده، هم فاطمه زهرا بوده، هم بین در و دیوار بوده، هم سقط محسن بوده. به خدا قسم فردای قیامت کسی که به این مطالب عقیده نداشته باشد خدا جداش میکنه از مؤمنین، جاش جای دیگه است. و اگر قبر و قیامت انسان بخواد نجات پیدا کند باید خالصانه عقیده داشته باشد. مصحف فاطمه، امام صادق روحی له الفدا فرمود بعد از رحلت پیامبر فاطمه زهرا محزون بود. جبرئیل می آمد مطالبی رو به ایشان برای ایشان بیان می کرد و امیرالمؤمنین اون مطالب رو می نوشتن. مصحف کتابی بوده که احوال پیامبر رو و جای پیامبر رو و عاقبت امور اولاد فاطمه زهرا و هر کسی که زعامتی رو به دست میگیرد در اون کتاب ذکر شده بود. لذا فضیل آمد خدمت امام صادق. امام صادق فرمود نمیدانی داشتم مصحف فاطمه رو میخواندم و مطالبی رو که کسانی که به زعامت امت نمیرسند و جایگاهی رو نداشتن و اونایی که جایگاهی رو دارن و مردم رو زعامت خواهند کرد در این کتاب ذکر شد. وظیفه من و تو چیه؟ وقتم تمام شد. وظیفه من و تو اینه که قدر این روزا رو بدانیم که بعداً حسرتش رو نخوریم. طریق به نجات فاطمه است. یه مطالبی رو دیگه رو میخواستم ذکر کنم، متاسفانه وقت تموم شد، ولی بذارید اشاره کنم به یه مطلبی. واقعه دار در کتب اهل سنت ذکر شده.
گویا بنابر اون چی که در اخبار وجود دارد 2 بار به خانه حضرت هجوم بردن. بار اول امیرالمؤمنین در خانه نبوده، آمدن، فاطمه زهرا پشت در آمده، آنجا دومی خطاب کرده است به حضرت که بگو به اینا دیگه جمع نشن و الا خانه را آتش میزنم. و بار دوم آمدن پشت در، فاطمه با اونها صحبت کرد. وقتی سوال شد که کی در خانه است، اسم فاطمه که اومد یه عده رفتن، ولی ملعون دومی و دار و دستش باقی موندن. آقایون در خانه اون زمان از چوب خرما بوده، اینا تا آتشو زدن دیگه امان ندادن، فاطمه زهرا رو بین در و دیوار قرار دادن. این که گفت هیزم بیاورید، این که گفت خانه رو آتش میزنن، این که دومی دستور داد خانه رو آتش بزنن، این که فاطمه بین در و دیوار قرار گرفته، همه اینا در روایات اهل سنت هست و من تمام اینا رو یادداشت کرده بودم که متاسفانه فرصت نشد. گفت امان ندید، فاطمه بین در و دیوار قرار گرفت، به زمین افتاد. امشب شب مزده، امشب شب نورانیت قبره، امشب شب امضای شفاعت فاطمه است. شهر مدینه شاهد مظلومی من است، شهر مدینه شاهد مظلومی من است. در و دیوار رو نگاه کنید، مظلومی منو حس می کنید. بر قامت کمانی من گریه می کنم. از درد شانه نشد موی زینبم بمیرم. میگفت اون روز آخر با اینکه توانایی نداشت دستش رو به دیوار گرفته بود، زینبش رو صدا زد دخترم عزیز دلم بیا موات شانه کنم. شاعر قشنگ گفته فاطمه نتونست دستش رو بالا بیاره، از درد شانه نشد موی زینبم. این گل به ناتوانی من گریه می کند. مادر چرا دستات بالا نمیاد؟ دیگر حسین را نتوان بغل کنم. یه طفل 6 ماهه هم فاطمه داشته، در بوستان توحید یک ناشکفته گل بود، هنوز به دنیا نیامده بود. بین در و دیوار قرار دادن. وقتی که باغ میسوخت صیاد بی مروت در خانه رو آتش زدن، فاطمه رو بین در و دیوار قرار دادن. مرغ شکست پر را در آشیانه میزد، یعنی علاوه بر این که فاطمه رو بین در و دیوار قرار دادن با تازیانه میزدن. عزادار واقعی خود امام زمان است. امام زمان شما باید مصیبت مادرتون رو بخوانید. نبودی شعله آتش ببینی امام زمان، آی نبودی شعله آتش ببینی، نبودی غربت حیدر ببینی. خدا را شکر در کوچه نبودی امام زمان که سیلی خوردن مادر ببینی. یه روزه ای هم زینب خونده برا مادرش، خیلی جان سوزه نمیتونم طاقت بیاری یاره. من ایستاده بودم دیدم که مادرم را دشمنگهی به کوچه آبی به خانه میزد. چقدر شاعر زیبا گفته، یعنی گفته فاطمه را امان نمیدادن، هم کلفوز میزده، هم خالد بن ولید میزده، هم مغیره میزده، هم ملعون
قمفاز همدست با مغیره. یه جای دیگه هم زینب یه مصیبتی خونده و شمر جالسون علا صدره. بمیرم زینب تل زینبیه چریدی و شمر جالسون علا صدره. مولع سیفه شمشیرش رو بیرون آورده بود. قابض علی شیبتک المقدسه محاسن سید الشهدا رو به دست گرفته بود. او می نشست و من می نشستم بمیرم زینب. او کجا میشه زینب جا؟ او بالای سینه من در مقابل. او می کشید و من می کشیدم. او از کمر تیر من از آه جانا.